ما چرا دو تا میبینیم اصلا؟ تمام این دعواها و کشمکشانی که دو تا میبینیم، یکی هست. اگر یک کسی هم اومد اخم کرد به شما، اون حساب نکنی یه نفره که اخم کرده، اون با شما حسابش صاف نیست. یه نفر رو میفرسته میگه برو به این اخم کن، بهش بفهمون که من با از تو راضی نیستم. اون وقت تو اگه یه فکری به حال خودت بکنی، بعد میری این میره یه نفر دیگه میاد خوش و خندون، میبینی که وضع عوض شد. اما اگه عوض نکنی یکی دیگر میفرستن، باز یکی دیگر میفرستن. اول قبض میفرستن. اگه قبض رو پرداخت نکردی، چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. اول یه قبض میفرستن، یه قصه میفرستن برات. بعد اگه به این توجه کردی، اصلاح کردی، زای سعادت. اگه نکردی، قبض یه زندان میشه، بعد یه کار دیگه میشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. قبضها زندان شده است و چارمیخ، هم اونه که بعد شکل پیدا میکنه در خارج پیدا میشه.